هلو گایز، چطورین بچه ها؟ من هیرو هستم. چرم خوش اومدید. امروز اومدم با یه چالش جدید. امروز قراره که با محمد با هم دیگه بریم لان ولف 2 نفره. قرار لان ولف رو اس کنیم. بریم اولش ناکنیم. من هم پروفایلم رو نوبی کردم، هم اسکینا و ستامون رو نوبی کردیم که بریم خودمون رو بزنیم به نوبی و مثلا بات بودن و اینجور چیزا. بعد یهو کامبک بزنیم، مثلا 4 راندو که ازمون گرفتن یهو بهشون کامبک بزنیم و فشاریشون میکنیم. داستان این قراره. پس بریم برای ادامه ویدیو، با ما همراه باشید. راستم دارش انتخاب میکنه الخطیر. راستی من پروفایلم رو نوبی نکردم. بناز خب الان ایول. باید تفنگ رو بگی دستت، اینجوری را برو آروم. بعد آریا تفنگایی که نوبا میگیرنم بردار. خب باش بهشون رو تیر هدش نزن پاس اصلا، کردم بذار ولی فکر از کنم کشیدم. خورد تو کلش. بهت خورد. میگم نزن. الان ما چیکار کنیم با این یه دونه خاک سرت؟ آره ای به در و دیوار میزنم. آره اینجوری خوب. 3 ساعت نمیتونم بزنم. وای ببین من در حالت عادی نمیتونم هد بزنم. این اومد یهو رفت خورد پس کله یارو. ببین مکون برمیدارم و اینکه معمولا نوبا اینا رو برمیدارم. بچه ها به کسایی ما به هیچکی توهین نمی کنیم. مرک اینا رو برمی داره نوب نی. آره آره اینطوری میزنیم. آره یه تیر بهش بزن. بزن تو رو سر جد بزن. بابا منو بکش. بابا اینا اصلا یه اصلا بود اینطوری دیگه. میکنم. نه بیا بک بده من یه آدم درست حساب بیفته. نه بذار اینا رو باید تیز کنیم. یا نه اینا خیلی نوبن نه. آره بک بده او بک خب بده. بچه ما این سری رو بک میدیم چون اینا خیلی نوبن و از دست بعد شروع میکنیم. بناستم به من میگه بک. آها اومد. خب حالا استارت میکنیم. خدا کنیم که یه انمی خوب معمولی خدا کنه یه معمولی رو به بالا باشه، برو باشه. خب چی؟ آها نوبا شاتگان شارژی نه فاماس بیا گانای. یکی به وای کاشکین اسکینامون رو آف میکردیم. آره حالا از اسکینامون میفهمن. خب نه خودمون نوب مثلا. آفرین ما رو. اینا خوبن، اینا بازیشون خوبه. اشکال نداره نمیفهم. بیا این جلو. میخواد با موش منو بزنه. با موش زده ایران. او بابا چرا همینجوری میای رو هده؟ بیا ببین منو بزن. وقتای عادی اصلا هد نمیخوره ها. مخصوصا با فاماس. آره یا من با هفته یومی بیا اونو گرفتم زدم. بنازم. خب الان من این بیچاره لول 3 دارم الان نمیفهمم. نه خودت نوب بازی در بیا. بدبخته الان خودم ما چقدر می‌کنیم. چقدر حال میده خدایی. خب حالا الان حالا وقتشه که خشممون رو بریزیم بیرون. خدا کن تلفن یه گانه خوب بگیره ها. برای من یه دونه من تامپونم گرفتم. بگیر. باش بیا.
شاتگان و تامسون. ببین فقط نمیری یا تک به دو بمونی ممکنه بخوری. نمیری. نمیره. من زدم. نه. اینو بزن. مردی؟ اونو بزن. آره 2 تیرم کرد. اونو بزن. یکه. بابا وانشات نکرد. ببین بزنی یه که داره پک جون میزنه. باشه. آها. خنده نکنی. اونا رو فش میدهی؟ والا. نه نگاری یه خورده بازیشون اوکی تر شد. این از این. بابا اون مال من کی دمیجش کردم. آها فکرم تو زدیش. نه. فشار بخورم. 4-4 ها. یاره این میگن عربی. کامبک. این میگن کامبک. کامبک های قبل این همه سوء تفاهم بود. آره. حالا خوب الان ازشون بخوریم. من چرا ایوتی خریدم که بزنم؟ وای منو زد. ببین فقط نبیر. ببین ما نباید بمیریم تا اینجا اومدیم. اوکی؟ باشه. تا اینجا از اومدیم. کجا داری می‌کنی؟ بابا بابا یعنی چی از پوست اون میزنه؟ چجوری از اون پشت؟ ویلا. آره یارو پشین پاشون بابا. بابا صدات خوب نمیاد. من دختر برمیدارم دوبش. بذار اصلا یه کاری میکنی بچه ها. چالش اصلا تغییر کرد. برو یه کاراکتر دختر بردار. خیلی خوشگلش کن. خیلی خوشگلش کنم. آره نگار خب داریم. الان این خوبه. نمیدونم یه دونه بردار. ببین ایوالا. الان این خوبه. خوشگله. ها بده من خوشگله. بذار ببینم. الان میدونی چی میگن جون چه دافایی. میخوان ازمون شماره بگیرن. برو بازی کنیم یا نو؟ نه نو. باش. من گان نگرفتم خودش گرفت. ببین با چقدر خوشگلی ما رو نزن. بابا حیفت نمیاد ما رو داری به این خوشگلی میزنی. یکیشون که اصلا بک اومد. جا گفتی اومد. آره. انگار اینا حالی آقا نیست. ببین من دیگه زیادی لختی شدم. اسم میکنم باید یکم محجبه تر بشم. معذب. نوب بازی آها. آره دوستش شدم توی بود دیگه است. نمیتونم. بریم باشون بپشیم پاشو کنید. نه ول کن ولش کن. آره بیا بریم. بریم واکنش اینطوری میکنیم بشیم پاشو بشیم. ما باتون دوستیم. آره ببین واکنششون چیه. فکر کنم قطعا قبول کنن. بشین پاشو. نزن. منو زد. نزن. بشین پاشو بشین. بابا این اصلا نمیدونه بشین پاشو یعنی چی. بعد داره تازه بشین پاشو میکنه برامون. ما رو زده بعد تازه بشیم پاشو میکنه. بشین پاشو. بابا
بشین پاشو میکنه بعد میزنه. آها هم دست ای بزن برات. دست میزنه بذار قلب بزنه. ای بابا نمیذاره تموم شه. مثلا میخواد سیگما باشه. خب ببین پدرشون رو در میاریم ها. آره دوباره نری نوب بازی در بیاری ما از شدت فشار سکته کنی. اصلا بود نترس. والا تو هر سری همینو میگی. ایول کیلخوری عالی. دوباره کیلخوری. چی؟ چرا میزنی کیل خور؟ جفتشو کیلخوری کردم. البته اینم بگم هد زدم ها. ای کیلخوری نکن. یکیشم کیلخوری کردیم ولی فدا سرت یکیش جبران شد. بابا با کیل خوری دیدی از همه رو حفظ زدم. تو ببین ست تقریبا عین منه، فقط تنها فرقی که داره اینه که چیز تو جوراب هم داری من جوراب ندارم و کلاه هم موهام و اینا دارم. فرق. منم کلا دارم بعد مو داری. با شورتم. آره بعد شورتم پوشیدم. ایول شورتم ماسکمه. ببین حواست باشه ببین فشاری بزنشونو. هر کاری میکنی فقط نمیر. اون قرمزه رو نمیخواد بزنی. بابا یعنی چی؟ آی، ببین وای آقا من همینجا این ویدیو کذایی رو مستحکم رو به پایان میرسونم و اعلام میکنم که چالش خفنیه با دوستاتون انجام بدین، حال کنین، عشق و از رو- فشار خوردن پاره بشید. آره خلاصه تا چالنج‌ها و چالش‌های دیگه بدرود.